همدیاران عزیز 5 اپریل سال 2023 و من باز نوار نشون میدم از خوجگی اکا عبدالله مهنت اکا عبدالله. پیش از اون که من نشون میدم من انگور رو نشون میدم به شما که انگور پر خنک زده است. آدما با من بسیار سوال میکنن که انگور خنک زده است چیکار کنیم. انا خنک زده باشد انگور شما را و سبز نشده باشد دونستمونید که انا بیخش انا خیلی میبروید بعد شما ها از همینجا بریده میپرتوید. همدیاران عزیز هم خیلی رفتار کنید چون که من ببینید بسیار انگور را خنک زدگی است بسیار انگور را خنک زدگی است از بیخش میبروید و شما آینده میبرید و از انگور نو پرورش میکنید. اکا عبدالله را حوزی من آورده و دیدم که اینجا کیرمی کالیفرنیایی پرورش کرده است یعنی که استحصال بیوگوموس رو براه مونده است. ها اکا عبدالله با مصلحت شما همین یک دو سه نوارای تماشا کردیم دیدیم که چقدر شما نزد در بیخ هم درختان بیوگوموس استفاده میبره و درخت خیلی افزایششون خیلی خوب است. از روی همین ما هم برای قلمچه ها هم برای انگور درخت های انگور که در اولانگوی ما هست برای همه استفاده میبره. ما از روی همین تجربه شما همین هم پرو دادیم هم بیوگوموس دادیم. نگاه کنید 4-5 خضره نو از بیخ همین کرده است که ما برای پرورش این و برای پیوند کردن همین ما کوشش و غیرت میکنیم. این بیوگوموس در مساحت قریب 300 کوادرات حوض همین تشکیل کردیم برای استفاده خود ما. با هم زیادیش ممکن برای مردم پیشنهاد میکنیم. تیار شد ما اکا اسکندر مثال یک جای گم میزنیم که ما این تیار شده است اگر زیادیش باشد اگر ما مثال به شما پیشنهاد همدیار رحمت اکا عبدالله به شما همدیاران عزیز به شما من نشون میدم که چقدر در مساحت کلان اکا عبدالله کلمی کالیفرنیایی خریداری کرده با پول خریداری کرده آورده اینجا ریخته و پرو ریخته از پرو بیوگوموس استحصال میکند و حاضر من نشون میدم که من با در اینجا با پرو تیار کرده مونده است. من پروی بسیاری آورده است این پرو را با کرم میریزد و کرم خورده حل کرده بیوگوموس استحصال کرده میتید و این چونین اکا عبدالله در نظر دارد که انا این پلاشتکارم که نهایت کلان است بیوگوموس پرورش کند و من باوری دارم که بیوگوموس های اکا عبدالله بهترین بیوگوموس میشوند و از استفاده خودشان زیادی میکند و من پیشنهاد میکنم بعد به شما برای فروش و من باوری دارم که اکا عبدالله نظر به دیگرها دیده یک چند فایز ارزانتر به فروش میبروردگی است. دسترس از اکا عبدالله شما ارزانتر دسترس میکنید. اکا عبدالله یک زمین برداری کنی یک اون کرم هست من بینم انا کرم رفت انا کرم هاشو ببین حوزه کرم ها کم هستن چون که اکا عبدالله نو خریداری کردن. کرم هایی که در اینجا هستن اکنون به تخمانی میگذارن و ما باوری دارم که انا اونجا بسیار بوده است. بعد از 2 ماه اینجا پر از کرم میشود. یه علاقه خوردگی کو خطیب اینا علاقه استحصال شده است خورده شده است. انا همدیاران عزیز این پوری گوسفند است پوری گاو است. پوری گوسفند خطی گاو الدرش کردن. اول پوری گاو بود بعد بالش پوری گوسفند خط پوشیدگی بود اما بالش بریختیم برای تیز کار کنن همین کرما با پوری پوشیدگی را ریختیم که تیزتر همین تیار شود و کرما زیاد شود. از بالاش با خس موندید که پوشیده خس رو هم خورد و باز کمتر گرم خدید تگران گرم میشد هم چمچخ اینا نمیخورن. ها چمچخ هم نمیخورن. همدیاران عزیز دیدید مردی دهقان مردی هنر چیکار کرده شده است که پیشروی ها در خوجگی قشلاق ما شود. خدا خواهد ما با دستگیری شما پادپیسچیکا با دستگیری شما تماشابینان حرکت میکنیم که همین سمت خوجگی قشلاق رو پیش بریم. درخت های بهترین شنونیم میوه های بهترین شنونیم که خلق ما تاجیک سزاوار آن است که میوه های بهترین رو استعمال کند و خورده چشیده استراحت کند و یک راحت کند. اعضای گروه انگور و باغ در پناه خدا باشید. به خدمت معقول شده از اگر لایک مونید پادپیسچا کنید دیگران را دعوت کنید یک پدیلیچا کنید التماس مغامره نکنید.